بیاین به کیهان فکر کنیم. بذارین کمکتون کنم. این تصویری هست که تلسکوپ فضایی جیمز وب از بخش خیلی خیلی کوچیک از کیهان گرفته. هر نقطه نورانی که میبینید یک کهکشانه. هر کهکشان هم معمولاً بیش از 100 میلیارد ستاره داره. البته کهکشان راه شیریه که حدوداً 100 میلیارد ستاره داره. تعداد ستاره ها تو کهکشان‌های دیگه فرق میکنه. ولی ما این عدد رو میانگین گرفتیم که هر کهکشان حدوداً 100 میلیارد ستاره داره. وسعت کیهان واقعاً بی‌اندازه است. اما این اندازه با اینکه از تصور ما خارجه، ولی یک دیوار یا مرز و انتها داره. محققان فهمیدن که جهان یا کیهان ما باید یک مرز داشته باشه و یه جا تموم شه. البته این معنا رو هم نمیده که کیهان در اون دیوار متوقف میشه و دیگه از اون بزرگتر نمیشه. تو این ویدیو از پاراگراف میخوایم بهتون نشون بدیم که پشت اون دیواری که انتهای کیهانه چیه و اصلا این دیوار چه شکلیه و مرز جهان چطوریه. یک شاخه از علوم وجود داره به نام علوم طبیعی. اینجا دانشمندان با مشاهده و آزمایش و شواهد تجربی سر و کار دارن. تو ستاره شناسی محققین با نگاه کردن به واضحات جهان تونستن اطلاعات مهمی از جایی که هستیم و نحوه شکلگیری جهان به دست بیارن. میخوایم با این دانش شما رو تا دیوار انتهای کیهان ببریم. نقطه شروع ما توی کیهان کهکشان راه شیریه. بهترین جا واسه شروع، همین جایی که خودمون هستیم. کهکشانی که خونه خود ماست. اگر از بالا کهکشان رو نگاه کنیم میبینیم که یک سیستم بسته است و این سیستم بسته کهکشانی کلی سیستم دیگه داره. یعنی داخلش سیاهچاله هست، ستاره هست، انفجار ستاره هست و کلی اتفاق اینجا میفته. کهکشان خودش به عنوان یک موجود جداگانه داره توی کیهان حرکت میکنه. اطراف کهکشان ما مجموعه‌ای از کهکشان‌های کوتوله و نامتعارفی قرار دارن که بهشون ابرهای ماجلانی میگن. ما ابرهای ماجلانی بزرگ و کوچیک داریم. این ابرها اندازشون به ترتیب از بزرگ به کوچیک 200,000 سال نوری و 160,000 سال نوریه. کهکشان بزرگتر بعدی آندرومداست. حدوداً 2.5 میلیون سال نوری از ما فاصله داره. خب واضحه که این کهکشان‌ها مثل همین راه شیری خودمون، آندرومدا، کهکشان‌های کوتوله، هر چیزی که اطرافمون می‌بینیم مرز مشخصی دارن. حتی داخل خود کهکشان‌ها که گفتیم کلی سیستم بسته وجود داره، پر از ستاره و سیاره است و هر کدومشون هم یک واحد با مرز مشخصن. اما در کیهانی که تا الان شناخته شده است، بیش از 500 میلیارد کهکشان وجود داره. در مرکز کهکشان راه شیری هم یک سیاهچاله خیلی سنگین به نام ساجیتاریوس ای استار هست. کلاً سیاهچاله‌ها یه سری پدیده‌های اسرارآمیزن که با محیطشون تعامل دارن و به نظر میرسه که در شکلگیری کهکشان‌ها نقش دارن. سیاهچاله‌ها میتونن حرکت کنن، با بقیه سیاهچاله‌ها روبرو بشن و ادغام بشن. حالا به سیاره زمین، مریخ، زهره و کلاً به یک سیاره بیایم نگاه کنیم. این اجرام یعنی سیارات خودشون جهانهای کوچیکی در یک جهان بزرگن. روی زمین ما یه سیاره سبز و حیاتی رو داریم تجربه میکنیم که با بقیه سیارات متفاوته. مثلا سیارات یخی رو داریم، سیارات گازی رو داریم یا هر سیاره دیگه‌ای رو که داریم یک نوع جهانن با یک اکوسیستم خاص. درون این سیارات هزاران اتفاق میفته. مثلا روی سیاره زمین باز ما یک سری چیزا رو داریم مثل کندوی زنبور عسل، کلونی مورچه ها، منطقه سکونت میکروب ها. تمام اینهایی که الان مثال زدم خودشون باز محدوده و مرز دارن. کندوی عسل محدوده مشخص داره. حتی اگر از بالا به زمین نگاه کنیم، زمین هم با فضا مرز داره. مرز زمین و آسمون یعنی جایی که فضا شروع میشه و ما میتونیم بگیم دیگه خارج از زمینه، بهش خط کارمان میگن. سیارات دیگه چندان مثل زمین خوششانس نیستن که یک جو ضخیم و مناسب داشته باشن و بشه مرز مشخصی رو تعیین کرد. توی بعضی سیارات مرز رو محدوده تموم شدن میدان مغناطیسی اون سیاره در نظر میگیرن.
جایی که تشعشعات خورشیدی با سیاره برخورد میکنه. حتی منظومه خورشیدی ما هم مرز داره. اول اینکه ما توی منظومه خورشیدی درون یک محدوده مغناطیسی هستیم که بهش هلیوسفیر میگن. در بخش انتهایی این هلیوسفیر یک دیوار یا مرزی هست که منظومه رو از فضای میان ستاره‌ای جدا میکنه. به این مرز هلیوپاز میگن. تعریف دقیقش میشه مرزی که بادهای خورشیدی و فضای میان ستاره‌ای رو جدا میکنه. از این منطقه هم خارج بشیم. اطرافمون پر از سنگ و سیارک و اجرام ریز و درشته. ما داخل ابر اورد هستیم. محدوده ابر اورد چیزیه که در اطراف منظومه پوشیده شده. یک جای وسیع که فقط بخش خیلی کوچیکی ازش داخل منظومه خورشیدیه. از این منطقه هم دور میشیم. اگر جهان اطرافمون رو از بالا ببینیم، کهکشان‌ها، ابرهای ماژلانی و خوشه‌های کهکشانی دیده میشن. بریم دورتر. به فاصله 1 میلیارد سال نوری از زمین که برسیم، با یک پدیده کیهانی قشنگ روبرو میشیم. جایی که بهش دیوار بزرگ اسلون میگن. اینجا یک دیوار بزرگ از کهکشان هاست که رشته های کهکشانی رو تشکیل داده. سال 2003 توسط یک تیم از دانشگاه پرینستون کشف شد. قطرش 1.38 میلیارد سال نوریه. اما همونطور که این رشته بزرگ کیهانی رو میبینیم، باز هم یک مرز مشخص داره. مرزی که به ما یادآوری میکنه همه چیز در کیهان محدوده دارن. پس چرا خود کیهان محدوده نداشته باشه؟ یکی دیگه از سازه‌های قابل توجه که قطرش 10 میلیارد سال نوریه، دیوار بزرگ هرکول کرونا بورالیس هست. اینجا بزرگترین و سنگین‌ترین ساختار شناخته شده در کیهانه. و اما بجز این مناطق روشن و کهکشانی، مناطق خالی هم توی کیهان هست. بزرگترین منطقه خالی کیهان جایی هست به نام بوهوتیس. اینجا شما هیچی پیدا نمی‌کنین. کاملاً خالیه. یک فضا به قطر 330 میلیون سال نوری که فقط چند تا کهکشان کوچیک داخلش پیدا میشه. هیچ چیز دیگه‌ای توش نیست. مطلقاً تاریک و خالی. شاید بشه گفت اینجا ترسناکترین جای کیهانه. با عبور کردن از این پدیده‌های جذاب کیهانی میرسیم به انتهای جهان. جایی که مثل یک مرز یا دیوار در اطراف تمام چیزایی که دیدیم قرار داره. خیلی عجیبه. چطور میشه جهان مرز داشته باشه؟ در اصل داخل این مرز جایی که زمان و مکان تعریف میشه و پشت اون هیچی نیست. یعنی کلاً فضا نیست. یکم تصورش سخته. بیاین اینطور مثال بزنیم. وارد یک ساختمونی که در حال ساخته میشید. میرید به یکی از طبقات بالاش. در حالی که دارین فضای داخل ساختمون رو قدم میزنین، یک اتاق رو میبینین. وارد اتاق میشین. این اتاق هنوز در حال ساخته و جای پنجره رو توش درآوردن. نزدیک پنجره میشین و به بیرون نگاه میکنین. اون بیرون هیچی دیده نمیشه. کاملا تاریکه. در اصل بیرون این ساختمون هیچ چیزی وجود نداره، حتی هوا. فضا زمان هم در انتهای کیهان تموم میشن، مثل چیزی که پشت این پنجره است. البته کیهان مثل یک حباب داره هر لحظه بزرگ و بزرگتر میشه و با بزرگ شدنش فضا رو میسازه و خارج از اون هیچ چیزی نیست. بذارین یه مثال دیگه بزنم که بهتر متوجه بشین. فرض کنین دارین یک بادکنک رو داخل یک اتاق باد میکنین. اگر این بادکنک شبیه جهان باشه، میگیم داره منبسط میشه، دقیقاً مثل کیهان. حالا فضای خارج از بادکنک چیه؟ اتاق. ما داشتیم بادکنک رو توی اتاق باد میکردیم. حالا فکر کنید همین اتاق خودش داره مثل بادکنک باد میشه، اما خارج از اتاق چیزی نیست که اتاق توش باشه. خود اتاق با بزرگتر شدنش داره فضا رو میسازه. کیهان هم به همین شکل عمل میکنه. اما یه سوال خیلی مهم به وجود میاد. اگه دقت کرده باشین، ما از اول ویدیو برای هر چیزی که داشتیم مثال میزدیم یک مرز تعریف کردیم. مثل مرز زمین و فضا، مرز منظومه با منطقه میان ستاره‌ای، مرز کهکشان، مرز دیوار بزرگ کهکشانی. این مرزها به ما یه چیزی رو دارن نشون میدن. اینکه خارج از اونها باز هم مشابه چیزی که داخل مرز بود وجود داره.
یعنی خارج از مرز زمین که سیاره زمین تموم میشه، سیارات دیگه هم هستن که مرز خودشونو دارن. یا خارج از مرز کهکشان راه شیری که ابرهای ماجلانی بودن، کهکشان‌های دیگه هم هستن که مرز خودشونو دارن. سوال مهم اینجاست: آیا در خارج از کیهان ما که مرز داره، جهان‌های دیگه هم وجود دارن یا نه؟ ممکنه کیهان ما یکی از کیهان‌های اون بیرون باشه. اگه اینطور باشه، اون کیهان‌ها داخلشون چه شکلیه؟ چه قوانین اونجا حاکمه؟ یعنی مثلا آیا سرعت نور توی اون کیهان مثل سرعت نور اینجاست؟ جالبه که بعضی از محققان معتقدن جهان‌های دیگه‌ای خارج از مرز جهان ما وجود داره و مثلا همین فضاهای خالی مثل بوتیس یکی از راه‌های ارتباطی با اونهاست. سال 2004 گروهی از محققان داشتن روی نحوه توزیع کهکشان‌ها در جهان مطالعه می‌کردن. با فضاهای خالی روبرو شدن که چندان منطقی نبود. یعنی جایی بود که کهکشان‌های خیلی کمی توش بود و بقیه‌اش خالی بود. به این نتیجه رسیدن که ماده تاریک توی این مناطق اونقدر زیاده که به کهکشان‌های دیگه اجازه شکل گیری نداده. از کجا میشه فهمید ماهیت این ماده تاریک چیه؟ این سوال رو مطرح کردن که در بیرون مرز کیهان شاید چیزی مثل ماده تاریک ما را از جهان‌های دیگه جدا کرده و ما به خاطر محدودیت دید کیهانی مونه که هنوز نتونستیم اثری از جهان‌های دیگه پیدا کنیم. به هر حال اینکه چه چیزی در بیرون مرزهای کیهانه خودش یه سوال بزرگه. و اما یک نکته آخر در مورد مرز کیهان وجود داره. از اونجا که گفتیم کیهان خودش فضا رو میسازه، پس چیزی بیرون کیهان نیست. به همین خاطر میتونیم اینطور هم در نظر بگیریم که کیهان مرز نداره. چون مرز داشتن برای چیزیه که شما بتونید از بیرون اونو نگاه کنید و یک منطقه ای رو برای انتهاش در نظر بگیریم. مثلا ما گفتیم زمین مرز داره چون از فضا مشخصه که مرز زمین کجاست. اما کیهان رو نمیتونیم براش مرزی تعیین کنیم چون فضای اون بیرون نیست که بتونیم از بیرون تماشا کنیم و بگیم آهان محدوده کیهان اینجاست و خود کیهانه که داره جهان رو میسازه. پس در نتیجه از نظر فیزیکی جهان هیچ مرزی نداره که بشه تصورش کرد. اما از لحاظ درک کلی میتونیم انتهایی رو برای جهان در نظر بگیریم و این انتها همون جاییه که جهان با منبسط شدنش فضا و زمان رو میسازه. به هر حال این بود از مرز کیهان و مسیری که از زمین طی کردیم تا به انتهای کیهان برسیم. اگر برای اولین بار بود که این ویدیو رو از پاراگراف تماشا می‌کردید، باید بهتون بگم برای درک بهتر این نوع موضوعات باید ویدیوهای دیگه ما رو هم در زمینه کیهان و کهکشان‌ها و ستاره‌ها ببینید تا به درک واضح‌تری از جهان، ابعاد کیهان، ماده تاریک، فضاهای خالی و تحول نجوم برسید. یک پلیلیست داریم که لینکش رو داخل توضیحات پایین ویدیو میذارم. این پلیلیست تمام ویدیوها در مورد کهکشان‌ها و کیهان رو داخل خودش داره. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد میتونید با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت کنید تا این ویدیوی ما به بقیه پیشنهاد داده بشه. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.